سلام به عزیزان و همراهان گرامی. یکی از دغدغه‌های اصلی افرادی که در حوزه بازار ارزهای دیجیتال در داخل ایران فعالیت می‌کنند اینه که امنیت اون تترهایی رو که از صرافی ایرانی به صرافی خارجی انتقال میدن حفظ کنن. ما در زمان گذشته از این روش استفاده می‌کردیم که تترهایی رو که از صرافی ایرانی خریدیم با استفاده از یک کیف پول واسط مثل تراسولت یا اتمیک وارد می‌کردیم و از اونجا به صرافی خارجی انتقال می‌دادیم. این کار میتونست تا حدودی امنیت تترهامون رو تامین کنه، ولی به دلیل بزرگتر شدن و بیشتر شدن حجم معاملات در بازار کریپتو و همچنین نظارت بیشتر بر روی این بازار دیگه این روش به تنهایی پاسخگو نیست و ما باید از روش‌های بهتر و بروزتری استفاده کنیم. یکی از این روش‌ها استفاده از سایتی به اسم سایت ff.io است. وقتی که وارد این سایت میشه شما باید یک اکانتی بسازید. مراحل ساختن این اکانت همینه که شما یک ایمیل و یک پسورد رو به این سایت میدین و یک ایمیل تاییدیه برای شما میاد و تایید رو که بزنید مراحل ثبت نامتون تموم میشه و شما یک اکانت در داخل این سایت ساختید. خب روش کار این سایت چجوریه؟ این سایت اینجوریه که شما یک ارزی رو که از صرافی ایرانی خریدین، حالا هر ارزی که خودتون مد نظرتونه، من ارز فانتوم رو انتخاب کردم، شما میتونید بایننس کوین رو انتخاب کنید، اتریوم، مونرو، هر ارزی که خودتون صلاح میدونید رو انتخاب کنید و اون رو تبدیل به چی بکنید؟ تبدیل به تتر بر شبکه TRC20 کنید. خب من این کار رو انجام دادم قبلا و مقدار 40.9 فانتوم رو خریداری کردم. در اینجا مقدار عددی که شما میخواین بفرستین رو دقیق باید بفرستین. 40.7 تعداد من میخوام فانتوم رو به تبدیل کنم به تتر بر شبکه TRC20. اینجا که نوشته دستینیشن یعنی شما باید آدرس مقصدی که شما میخواین این تترهای تبدیل شده رو بفرستین رو اینجا باید وارد کنید. خب من از صرافی خارجی آدرس تترم رو بر پایه شبکه TRC20 پیدا میکنم و اون رو اینجا کپی میکنم. خب اینجا اگر پیستش بکنم میرم گزینه اکسچنج رو که بزنم میرم وارد یک صفحه میشم که در این صفحه شما یک آدرسی رو میبینید. شما باید این آدرس رو کپی بکنید در داخل صرافیتون، آدرس فانتوم، شبکه فانتوم، این آدرس رو اینجا کپی کنید. خب اینجا کل موجودی رو بزنید و مراحل عادی که همیشه انجام میدید رو ادامه بدید. خب من این کار رو انجام دادم، این کار رو کپی کردم و منتظر میشم که بقیه مراحلش خود به خودش انجام بشه. یک مقدار زمان بر هست ولی با این کار هم شما کارمزد کمتری رو پرداخت میکنید و هم میتونید یک آدرس در اصطلاح تمیزی رو به صرافی خارجی بدین که این تترها رو از اون طریق واردش کردید. شاید شما سالیان سال باشه که در داخل این بازار کار کرده باشید و هیچ وقت دچار این مشکل نشدید، ولی به دلیل شرایط پیچیده‌ای که الان وجود داره شما نباید این ریسک رو بکنید و همچنین که قیمت دلار خیلی بالا رفته، پس بهتره که این ریسک رو اصلا نکنید و حتما از این روش برای تمیز کردن آدرس تترهاتون استفاده کنید. الان باید منتظر باشیم که مقدار تتر وارد صرافیمون بشه. این روش هم کارمزدش خیلی پایین داره و هم یک مراحل بسیار ساده داره و اصلا مراحل پیچیده‌ای هم نداره. شما میتونید به جای اینکه مستقیما حالا میخواین امنیتتون هم خیلی بالاتر ببرید، به جای اینکه مستقیما وارد صرافی خارجی بکنید اون رو ابتدا به یک کیف پول واسط مثل اتمیک یا تراسولت انتقال بدین. حالا من خودم بیشتر با اتمیک کار میکنم. اون رو به اتمیک انتقال بدین و بعد از اتمیک به صرافی خارجی رو انتقال بدین. توی تمامی این مراحل دوستان عزیز توصیه میکنم که حتما با فیلتر شکن کار کنین، حتی الامکان با فیلتر شکن IP ثابت باشه. هرچند این صرافی که من دارم کار میکنم باهاش اصلا با حضور ایرانی هم مخالفت نداره و هیچ مشکلی هم نداره با IP ایران، ولی به خاطر امنیت خودم میگم و اینکه زمانی که اتفاق افتاد من نگرانی نداشته باشم بابت اینکه این تترها هم بلوکه بشه، چون حتی اگر شما با کیف پول متامسک و این چیزا رو هم کار کنی، افزونه ها هم کار کنی،
شما هر آن اگر ردیابی بشین و این تترهاتون شناسایی بشه که از ایران خریداری شده، امکان بلوکه شدن آنها وجود داره. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید باشه و بتونید امنیت تترهاتون رو حفظ کنید.